سلام شنوندگان عزیز برنامه‌های شبانگاهی. از امشب با برنامه جدیدی به نام دیباچه کونستان در خدمت شما هستیم. این برنامه مهمان عزیزی داره با نامی دیرآشنا، استاد کوننواز متخلص به طوفان. در خدمت استاد هستیم. امشب برنامه اولمون رو سر میگیریم. خود استاد در مورد این برنامه ها در خدمتتون هستن، توضیحات رو به شما ارائه میکنن. برنامه اول گلهای انتوان. استاد بفرمایید. سلام علیکم. من سلام میکنم به همه اونایی که عاشق ادبیاتن، مخصوصا ادبیات کون. یه سری سروده داریم، یه سری میخوایم بسراییم، یه سری از شما میخوایم نظر خواهی کنیم تا یه برنامه خوبی رو تحویلتون بدیم. منتهاش اول میخوام قسمت‌های کون رو بهتون بگم که کون اصلا خاصیت کون، خلقت کون، این کون چیه اصلا، این کون چیه بگم بهتون کونا رو، بعد میریم سرودا. بفرمایید. ببین کون تقریبا دوربر 19-20 تا قسمت داره. شما فقط کون رو میبینی. یه قول شاعر میگه تو مو میبینی و ما چرخش کون. بله. حالا ببینید من توضیح میدم، شما هم فیض ببرید دیگه، با هم یعنی فیض ببریم. این کونه یک لامبر. به این گوشه های تاق کون میگن لامبر کون. لوشه، فضای بین دو لپ کونو میگن لوشه کون. لار همون لای کونه. رینگو، چرخش مساوی این دو لپ کونو میگن کون رینگو میزنه. رینگو. بله رینگو. ترنگ. چی استاد؟ ترنگ. بله. این کلمه چهار حرفی خیلی خوشحالته. در هنگام دخول آلت، اونم تو زاویه 45 درجه، وقتی که تلمبه بازی سنگین میشه، یعنی ده برو یه دفع کله کیر کمونه میکنه توک سولاخ، این کونه نمیتونه کیره رو بکشه تو. بهم میگن کون ترنگ کرد. ترنگ. نازدونه اسم حالته. یعنی باید زبان فارسیتون هم خوب باشه که به ادبیات فارسی اسم حالته. در هنگام رینگو محل اتصال سه عضو کپل راست و کپل چپ و شرط کون رو نازدونه میگن. حالا شرط کون چیه؟ بله شرط کون اینم خیلی مهمه. معمولا تو موردش تو کونای حجم بالاه، یعنی کونایی که حداقل یه هفته کونن. در هنگام قنبلفنگ این بیبیلک کون میزنه بیرون، این عمل باعث میشه که تو کون موج بیفته، به این میگن شرط کون. بیبیلک چی واسه؟ میرسیم به اونم. حالا شرط غیر کون چیه؟ همون تعریفی که از شرط کون شد، با این تفاوت که این عمل فقط در هنگام راه رفتن انجام میشه. قنبلفنگ، دلا شدن در حالت 75 درجه طوری که توک ممه نزدیک این زمین بخوره زمین بیاد بالا، به اون میگن قنبلفنگ. جناق کون، این استخوان نگهدارنده دو لپه کون رو میگن جناق کون. گودونگا، حداقل 2 بند و حداکثر 3 بند انگشت تو سولاخ، به اون میگن گودونگا. قوس نیم پرده خیلی تماشاییه. نیمرخ کون در حالتی که چشم فقط یه لپ کون رو ببینه. بله. قوس تمام پرده، نیمرخ کون در حالتی که چشم یه لپ رو میبینه، همچنین یه خود اون لپ پشتی هم میبینه. این قوس تمام پرده بود. بهشتی، از ترچیزک کون 2 سانت رو به بالا و 2 سانت رو به پایین رو میگن بهشتی کون. بله. یعیماغا، همون کیره. دستگیرهای عشق، این برآمدگی کنار کون رو میگن دستگیرهای عشق. هرچی بیشتر باشه قلب ما هم بیشتر میتپه. بله. کون سر به هوا، در هنگام نگاه کردن از پشت 2/3 کمر رو کون گرفته، به میگن کون سر به هوا. کون پشت قواره، به هنگام ایستادن عادی فاصله سر کون تا ته کون 2 وجبه. ترچیزک، همون ترچیزک که اونجا بحثش بود. اون خیسی و نم لای چاک کونو بهش میگن ترچیزک. بیبیلک هم که مطرح کردیم، قرمزی دور سولاخ کونو بهش میگن بیبیلک. این تقریبا
چیزی بود که شما آشنا بشید با کون. خیلی موارد دیگه داره. ولی تو اشعارتون این استفاده میشه استاد؟ بله اشعارم هست. من اتفاقا یه سروده‌ای دارم به اسم خلقت کون. به به به. من یه جورایی تو شعر تمام اینا رو آوردم. درسته. البته یه خود فشرده تر دیگه من توضیحاتشو دادم که اون فشردگیش هم به خاطر اینکه زیبایی کارو میبره بالا. بله. حالا ایشالله سوالات البته از شب‌های آینده. بله. در برنامه دیگه من اون خلقت کون رو براتون اجرا میکنم. فعلا به همین بسنده میکنیم. امشب آماده دارین چیزی استاد واسمون؟ امشب اجازه بدین یه غزلی از حافظ براتون بخونم. خواهش میکنم. آماده دارین؟ بله یه لحظه اجازه بدین تا شما بفهم شما راحت یه سری به اتاق فرمان بزنین. بله. من یه غزلی از حافظ رو براتون میخونم که فضامون روحانی است. بفرمایید. آب ممنونم. لطف کردن آوردن. بله استاد طوفان خواهش میکنم. از اساتید بزرگ ادب پارسی هستن که ما افتخار اینو داریم که در خدمتشون هستیم. خدمت از بنده است. من واقعا خوشحال میشم که تو این برنامه حاضرم و میتونم یه خدمتی به این عاشقای کون انجام بدم. استاد آماده کردیم. بله. اجازه میخوام که اینو قرائت کنم. خواهش میکنم. بفرمایید. گفتی غم تو دارم گفتم به کیر و خایم. گفتی دلم گرفته گفتم به تخم‌هایم. گفتی چگونه هستی در عشق و شور و مستی. گفتم تمام عشقم افتاده لای پایم. گفتی که از نگاهت کس را نهان کنم من. گفتم که آی لاشی از کون تو را بگایم. گفتی اگر به دستت نیمه شبی بیفتم. گفتم اگر بیفتی از پشت و رو بزارم. گفتی به کون رسیدی جانا چگونه گشتی. گفتم چنانم ای دوست آب کست بیارم. گفتی که پرده داری در پرده نرده داری. گفتم که کون کنم من با آن کست چه کارم. گفتی اگر بیابی راهی به چاک کونم. گفتم که کیر چربی در مقعدت بکارم. گفتی اگر ببینی سولاخ من انی بود. گفتم تلافیش را از مادرت درآرم. گفتی اگر جدایی در بین ما بیفتد. گفتم خموش حافظ آخر تو را بگایم. احسنت. دستون درد نکنه. قربان شما استاد. خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. وظیفه شب‌های آینده باز هم سروده های برای محفلمون گرمتر بشه که دوستان عزیز بیشتر بشن و هم دیگه خبر بدن. اونایی که میدونن خیلیان نمیدونن این برنامه هست. دقیقاً. تمام عاشقای کون بیان. ما هم واقعا این کون رو دوست داریم. به. شما هم دوست دارین؟ بله راه داره. کون به کون راه داره. کون به کون راه داره. احسن. به. استاد شب شما بخیر. شب شما بخیر. قربونتون برم. خداحافظ.